آقای نجفی، همه مخاطبهای شما من فکر میکنم که شما رو با سریال سربه‌داران به یاد میارن، اما قبل از سریال سربه‌داران شما یک فیلمی رو تو اون روزگار ساختید که تلویزیون خیلی پخش شد به اسم جنگ اطهر، درست میگم؟ بله. راجع به اون فیلم برای ما بگید و از حال و هوای اون فیلم که چطور ساخته شد. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که ما گروهی بودیم که فعالیت‌های سیاسی داشتیم و در کنار اون فعالیت‌های سیاسی فکر می‌کردیم که باید فعالیت‌های فرهنگی شکل بگیره و این کار رو کردیم. انجمن اسلامی مهندسین همراهمون بودن و همکارمون. بسیاری از چهره‌هایی که الان از چهره‌های بزرگ و درخشان ایران، مثلا آقای مهندس میرحسین موسوی که واقعا امیدوارم که قبول کنن و کاندید بشن برای رئیس جمهوری، که من فکر میکنم در این مقطع بهترین کیس برای رئیس جمهوری ایران. عرض کنم که من با هم فعالیت‌های هنری رو شروع کردیم. بله. و در این فعالیت‌های هنری به این نتیجه رسیدیم که باید حرفه‌ای‌تر و عیان‌تر کار بشه. آیت فیلم رو تأسیس کردیم. بله. و اولین محصول آیت فیلم جنگ اطهر. موافقید که جنگ اطهر رو با هم ببینیم یه بخشایش رو و برگردیم یه مقدار بیشتر در موردش حرف بزنیم، به خصوص راجع به قصه‌اش، راجع به عواملش و غیره؟ موافقید؟ بسیار.